کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 13 ایون سال 2023 خبر داد که دو ساکن نویای دیوشتیج یا سابق قونچی ولایت سوخت در یک حادثه فاجعه‌ای در نویای دروازه ولایت مختار کوهستان بدخشان جان باختند. بنا به اطلاع این نهاد، راننده 43 ساله ماشین بارکش تمغه دف ساکن دهه بسمند نویای دیوشتیج در حدود دهه کرگاوت نویای درواز هنگام باز کردن در عقب باردان ماشین به ناقل برقی برخورده بر اثر رسش قوه برق در جای حادثه به هلاکت رسیده است. برابر مشاهده این حادثه، راننده دوم این ماشین بارکش ساکن 26 ساله بسمند که جهل راننده اول بود به کمک تقوی شتافته است، ولی متاسفانه او نیز از تاثیر قوه برق هلاک شده است. هر دو راننده هلاک شده زادگان دهه بسمند نویای دیوشتیج و از یک اولاد تقاوجی هم بودند. از راننده اول 4 فرزند یتیم ماند. جهل جوانمرگ او نیز عائله دار بود ولی هنوز فرزند نداشت. تفصیلات دیگر این حادثه ناخوش فاجعه بار در دست نیست.